الله سه طایفه را دوست نمی دارد. سه طایفه را پروردگار دوست نمی دارد. رجل نزل بیتا خربا، یک شخص در یک خانه که میداند که یا این زمان یا زمان دیگر چپه می شود، در همین خانه چکار میکند؟ می ایستد میگه توکلم بر خدا. این الله دوست نمی دارد، زیرا این خطر تو دیده ایستاده ای. خدا برای تو عقل داده است که این زمان یا زمان دیگر چپه می شود. این توکلی بر خدا نیست. رسول اکرم میگوید که الله دوست نمی دارد مردی را که در یک خانه که گویم خیلی حالت ناگوار است، خانه هست که تمام انسان ها میگویند که این زمان یا زمان دیگر چپه می شود، میگوید میلش توکل ما به خدا. این توکل نیست. این طایفه را الله دوست نمی داشته است. دوم، رجل نزل علی الطریق. دوم طایفه را که الله دوست نمی دارد کسی است که در قد راه خواب میکند، همراه خود مال اسباب انجام دارد، یا دروازش کشاده میماند و خواب میکند، دیگه توکلم به خدا. اینم الله دوست نمی دارد. دروازه ما محکم میکنیم و بعدا در جایگاه خواب میکنیم، بعد توکل بر خدا میگوییم. دروازه بسته دم الله قدرت دارد که همین قدر مصیبت ها و کشتارهایی که می شود همه اونا دراشون بستند، درهای اونا کشاده نیستند، لیکن ما درهامون بسته میکنیم و بعدا توکل بر خدا میکنیم. یا مثل این که اگر انسانی که دروازش کشاده ماند یا در یک قد راه خواب میکند و میگوید توکلم به خدا، پیغمبر خدا میگوید این گونه مردها را هم الله دوست می‌دارد. سوم کیست؟ سوم شخصی هست که من ارسل دابته ثم جعل یدعوه ان یحبسها. سوم شخصی که مال گاوش در یک کوهستان سر میدهد، بعد میگه توکلتم به خدا، خودش میگردد میآید. این را هم رسول اکرم گفت این مردم خداوند دوست می‌دارد. ما و شما در اطراف همون حیوان‌هایی که در چراگاه داریم پاسبان‌ها میگذاریم، محافظت میکنیم و بعداً توکلی بر خداشون میاندازیم.